به نام خدا، من پری هستم. من یه خورده تره دیروز گرفتم، تمیز کردم و پاک کردم، دیشب شستم، هشتم آبش رفت و با سبز خورد کن این سبز خورد کن خورد کردم و حالا دارم موزش بدم. بگو سبزی باید نرم باشه. من گذاشتم رو گازم، آبش رفت و تندار کردنشم من گیشنیز نداشتم، تو باید تخم گیشنیز استفاده کردم، فلفل سیاه استفاده کردم، کمی سماقم ریختم برا همی بوش. یه کوچلو هم دختر من زیر دوست نداره، اما بعضی ها مثل من زیر دوست داره. یه کوچولو هم زیره و اینو من آماده این سبزی رو من آماده کردم با این تخم مرغ. این تخم مرغ هم بعضی کم دوست دارن، مثلا توی یه همچین رو بگیر، مثلا یه همچین سبزی خیلی ها مثلا 2 تا تخم مرغ یا یه تخم مرغ هم میزنن، ولی بستگی داره به چسب این. حالا چسبش چیکار کردم؟ چسبشم یه قاشق غذاخوری، حالا مثلا آرد بودادم میشه، آرد نخودچی هم میشه، ولی من آرد برنج خیلی ریز آرد داشتم. یه قاشق غذاخوری هم آرد برنج قاطیش کردم، مخلوط کردم و گذاشتم اینجا و حالا دارم تا به پخت برسونم. 2 تا دونه تخم مرغ ما داخل این کوکو سبزی شکستم و خوب زدمش به هم. اگر این کوکو سبزی و خوب تخم مرغشو نزنید دورش سفیدگی میشه و سبزی و تخم مرغ جدا میشه. کوکو یه دست و خوبی در نمره. منم خوب مخلوط کردم، حالا دارم به پخت میرسونم. اینجوری یه ماهی یه خورده باید کوچکترم بذاریشون، نازکترم بذاریشون. چیه همین کوکو سبزی خودم نازکترش بکنی خیلی پخته و قشنگ میشه. تخم مرغم دیگه نمده، چون من با کره استفاده کردم. کره خیلی همین کره پاستاییزه البته استفاده کردم. کره پاستاییزه نمیچسبه زیاد، چون مثل اون روغن ها نیست. من حالا دارم اینه به پخت میرسونم. حالا بریم بینیم چی میشه. این کوکو سبزی ما آماده شد. این کوکو سبزی با پلوشیویت میخذارن، رو پلوشیویت میذارن میخورن، با نون نوش جان میکنن، هم با پلوشیویت هم با نون. با نون هم که خواستن بخورن از خیارشور خانگی ای. من خودم اینو درست کردم، خیلی خوشمزه و خوشرنگ و خوبه. از این خیارشور استفاده میکنن، ترشلیت هم استفاده میکنن، بسیار خوشمزه و خوب میشه. یه خیارشور خانگی که خودم درست کردم، اینم کوکو سبزی.